سلام، من فاطمه داستانپور هستم و این چنل یوتیوب منه. اومدیم که دیگه پروکرییت رو آموزش بدیم از ابتدای کار و تا انتهای کار. خب برای اول کار که بخوایم اصلا آموزش رو شروع کنیم باید بدونیم که این برنامه چجوری نصب میشه، چجوری خریداری کنیم و ما چه کار باید انجام بدیم برای نصب و خریدش. 2 مرحله داره. یکی این که هم میتونید از برنامه‌هایی مثل سیب اپ اشتراک بخرید و این برنامه رو دانلود کنید. 2 اینکه میتونید برید قانونی و صحیح این رو خریداری کنید که این راه دوم من بیشتر پیشنهاد میدم، چون که یه بار میخرید برای همیشه. و اینکه یه دلیل دیگه هم داره اینه که از برنامه‌هایی مثل سیب اپ، چون که میاید اپ استور رو دور میزنید و این برنامه رو نصب میکنید، در اکثر وقتا اپ استور میاد شما و اپل آیدیتون رو مسدود میکنه، چون که به حقوقش پایبند نبودید و اینکه دوباره باید بازبینی بشه اکانتتون، ممکنه اکانت برگرده، ممکنه برنگرده و به نظر من خودش ریسک بزرگتریه تا اول مثلا ما بریم اینو بخریم. حالا اینو باید چطوری بخریم؟ توی اپ استور وقتی این برنامه رو نگاه میکنید $13.99، یعنی در کل $14. ما باید $14 حسابمون رو شارژ کنیم. چجوری شارژ کنیم؟ باید بریم گیفت کارت بخریم. گیفت کارت چجوری باید بخریم؟ میایم سرچ میکنیم که خرید گیفت کارت اپل استور. و یکی از سایت ها میتونیم انتخابش کنیم. حالا من خودم از ایرانی کارت گرفتم. وقتی وارد ایرانی کارت میشید حتما باید ریجن گیفت کارتی که میخرید رو انتخاب کنید. حتما باید آمریکا باشه، دلارش رو انتخاب کنید و بخریدش. نوع خدمات برای اپل، اعتبار کارت، ما میخوایم $14 باشه دیگه. ریجن کارت آمریکا باشه و الان مثلا 1,700,000 میشه. بله، باید بیاید ریجنش رو آمریکا انتخاب کنید. مبلغ گیفت کارت و این $2 زده، ما میکنیم $14 و میخریمش. پرداخت نمیشه، یه دونه QR کد و کدی به ما میده. این رو باید حتما نگه دارید، یعنی اطلاعاتتون رو کامل بزنید که این براتون بیاد. این کدی که به شما میده رو شما باید کجا بیاید بزنید؟ باید بیاید توی اپ استور و این کد رو وارد کنید. چجوری باید وارد کنید؟ باید بیاید توی اکانتتون و گزینه ریدیم گیفت کارت اور کد رو بزنید. اینو که میزنید خودش میخوای دوربین گوشی دوربین آیپد استفاده کنی که اون QR کد اسکن کنی، یا کدشو دستی میزنی؟ حالا من کدشو دستی زدم و همون آنی برای شما اپ استوریتون شارژ میشه و همون موقع میتونید برید دیگه مثلا سرچ کنید پروکرییت و اون رو خریداری بکنید.